در صحن کالج طبی کلوب با حضور مجسمه همشیره شفقت از دانشجویان استقبال می شود. این مجسمه با عنوان نماد برای ارج از زحمت و سرسپردگی همشیره ها قامت افروخته است. مجسمه در آخر ماه می در عرفه 70 سالگی کالج رونمایی شد. مجسمه همشیره طبی بخشیده به 70 سالگی کالج طبی شهر کلوب برافروخته شده بود و از حساب هنرمندان شهر کلوب مبلغ چند سوم بود؟ مبلغ 30,000 سومانی با سومون به استفاده داده شده بود. کالج طبی کلوب در طول تاریخ 70 ساله خود ده ها هزار دانشجو را آموزش داده است. ختم کرده های این مؤسسه ممتاز در حال حاضر در بیمارستان های سراسر منطقه مشغول خدمت هستند. یکی از ختم کننده های این کالج تمنا نظرو است. حالا او 73 سال دارد و 50 سال عمر خود را در بیمارستان های منطقه گذرانده است. اکنون در بیمارخانه سرایتی کلوب کار میکند و از خودگذشتگی و قربانی های دوره پاندمی یاد میآورد. او از گذشتن پیکره همشیره شفقت خوشحال است، اما میخواهد که قدر و منزلت همشیره باز هم بالاتر رود. من التماس خواهش میکنم که پدر و مادران هم قدر همشیره شفقت دانین. همونا یگان گپی پیش نمیگویند. اول دکتر میبینه و همشیره شفقت تا سری تو بگره در پیش بیمار میسته. یگان وقت تختفته نمیره. پیکره قامت افروخته کالج طبی کلوب در دست جزون و کتاب دارد. با گفته مسئولین این اولین پیکره یک همشیره در تاجیکستان است. خودی همشیره ها میگویند که قدر خیش را در زمان کار احساس میکنند. در زمان پاندمی کووید 19 آنها در صف پیش قرار داشتند. گزارش ها هم میرسید که همشیره ها هنگام ادای وظیفه جان خود را از دست داده اند. همه همشیره ها 24 ساعت در درون کسلو فرگشتن. در صف پیش یگان کس در فرزنداشون 15 روز 20 روز ندیدن. آنها در صف پیش قامت راست ایستاده کار کردن. وظیفه کالج طبی کلوب هر سال آماده کردن همشیره شفقت است. سال 2023 این مؤسسه تعلیمی طبی با افتخار 1008 دانشجو را فارغ التحصیل کرد که اکثر آنها همشیره های طبی بودند. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلوب.